مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 7 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 13:00 دقیقه راننده ماشین تمغه شفرله مماتوف مسورمانقل سال تولدش 1988 شهروند جمهوری ازبکستان در راه ماشینگرد عینی پنجکند در حدود جماعت دیهات امانداره شهر پنجکند قاعده های حرکت را ویران نموده نوبالغ مرادوف سلمان سال تولدش 2014 ساکن پنجکند را پخش نموده است. در نتیجه نوبالغ مرادوف جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا خبر داده بود که در طی روز استراحت 4 و 5 فوریه سال 2023 در 3 صدمه نقلیاتی در راههای جمهوری 3 نفر جان باختند. راههای تاجیکستان از لحاظ شماره صدمه و پرخطر دانسته می شوند. بنا به آمار رسمی بازرسی دولتی اتومبیلی هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.